آقا تو ترک امروز میگه باید دنیا رو گاهید رسید به یه جایی. من همیشه خاکی بودم، تو از کدومایی؟ هر چقدر مدال دور گردنت بیشتر شه به خاطر وزن زیادش سرت میفته پایین. چطورید عشقای من؟ خیلی خوش آمدید به یه ویدیوی دیگه. میبینم که همتون پر انرژی و انرژیاتون بالا و انرژی نمیفته اصلا. و من امروز با یه ترک خودم خیلی باش حال میکنم و مطمئنم 100% شما هم خوشتون میاد. اومدم اینجا. این ترک خب فکر کنم خیلی وقت اومده. بذار چک کنم یه لحظه. 11 که آره تقریبا چند ماه اومده، 3-4 ماه اومده. از چنل خود سعید دهقان منتشر شده. آهنگساز یعنی پرودوسر سعید دهقان و فرزاد قدیمی. اسم ترک هم هست سلفی. خیلی من حال میکنم با این ترک ها. شاید یعنی بگم تو روز 2 بار گوشش میدم، 3 بار گوشش میدم. یعنی فن این ترک هم هستم من و گوش کنید، لذت ببرید و عشق کنید. میخوام یه بار اومدم دیگه به عشق خودتون، خودمون، سعید دهقان و تمام بچه‌ها که کار میکنن یه بار دیگه ترک رو گوش کنیم با هم و انرژیاتون بره بالاتر. بریم آجی ببینیم که چه خبره. Let's go baby. دیگه دیره، اگه اس کردی دیره. گوش میدم ببینم حسم چی میگه. منم اونم که تو آخرین قسمت میمیره. بگم به چی میخندم گریت میگیره. میگه من همونم که تو آخرین قسمت گریت میگیره. 3 روزه دارو میکنم قلفتی. جلو آینه دق گرفتم سلفی. کی میخواد جعب پیتزا رو بکنه توی جعب دیگه زیر برف و بارون با موتور قسطی. باید دنیا رو گاهید رسید به یه جایی. من همیشه خاکی بودم، تو از کدومایی؟ هر چقدر مدال دور گردنت بیشتر شه به خاطر وزن زیاد سرت میفته پایین. حاجی اصلا دیدید چی گفت؟ ناموسن گوش کردید قشنگ چی گفت؟ میگه باید دنیا رو گاهید رسید به یه جایی. میگه آقا تو باید هدف داشته باشی برسی به یه جایی همیشه تو زندگی. آدم بی هدف فقط میاد و میره تو این دنیا. میگه هر چقدر مدال دور گردنت بیشتر شه به خاطر وزن زیادش سرت میفته پایین. یعنی آقا تو وقتی که هر چقدر اطلاع داشته باشی، هر چقدر خفن باشی، هر چقدر با اصالت باشی، خاکی تری. یعنی آدم خاکی خیلی بیشتر میاد تا کسی که داره عدشو در میاره. و برای همینه دیدی مثلا میگن طرف پهلوونه فلان، مخصوصا کشتیگیرا این داستان خیلی دارن. کسی که مقام داره اصلا رخ اون مقامو نمیگیره، براش مهم نیست. مقامه که مقامه، به تخمم. حس بچه‌ای که مامانش گفت بازی بسته. خجالت میکشه تا میرقصه. جواب منطقی نمیگیری اکثرا. به قاطر گفتم بابا. واقعا اماجه همینه. من یعنی تو زندگیم از بیشتر کسایی که سوال میکنم جواب منطقی بهم نمیدن. یعنی یه کسشری، ببخشید، یه کسشری فقط تف میدن و کم دارم اون آدمایی که واقعا میفهمم چی میگن. و سر همینه دیگه از یه تایمی به بعد من با هیچ کس صحبت نمیکنم، با هیچ کس هم مشورت نمیکنم. یعنی من چون صحبت میکنم باز میگم نظر خودمه، باز میگم اینی که من میگم بهتره. سر همین نمیتونن قانعم کنن، سر همین صحبت نمیکنم زیاد. و حالا بحثش الان نیست بخوام داستانشو باز کنم، بعدا توی ویدیو دیگه سرتون توضیح میدم که مثلا سر چی ما چه نظریه‌ای داریم، اونا چه نظریه‌ای میدن، ما در مورد چی صحبت میکنیم، منطق من چیه، منطق اونا چیه. و این منطقه آدمو اذیت میکنه. هر کی از نظر نگاه خودش داره نگاه میکنه به یه موضوع و اذیت کننده است یه ذره. کیه گفتایم عصره مجبوری وارد اجتماع شی. ای بین یه دلاشی واسه همین بدترین مریضی میفته به جونت. حالت عالیه چون میگیری استلاژی. باید ادامه میگه میفته به جونت. حالت عالیه چون میگیری استلاژی. میگه اون روزی که استلاژی میگیری به عنوان مریضی بهترین روزته چون کار نمیکنی. این بده دیگه. باید ادامه داد با دل صاف. به به. کنار اومد با و آجی من زیاد پاز میکنم دیگه، دوست دارم تو این ویدیو صحبت کنم، زیاد دوست دارم صحبت کنم. میگه که تلاجی باید ادامه داد با دل صاف. یه ادامه بده با دل صاف. فقط داداش تو هر زمینه‌ای که هستی دلتو صاف کن، بقیه‌شو بهت میده. به خدا اعتقاد داری خدا بهت میده، به آتیش اعتقاد داری آتیش بهت میده، به هر چی که اعتقاد داری بهت میده.
دلتو صاف کن، زیراب نزن، خالی بندی نکن، دنبال داستان نباش، دنبال حواشی نباش. کاری که داری میکنی و درست انجام بده، ناموسن 30 برابر اون کار بهت میده. توقع اصلا ببین توقع نداری اون اتفاق برات بیفته، ولی میفته چون دلت صافه. صاف باش. کنار اومد با حادثه ها، برام قابل احترام بود اما زندگیم طوری نبود با با زد زد بازی بشه خاطر ساخت. به به. یه سری هم میگن ما با تابستون کوتاه خاطره داریم و او لالا فلان. میگه زندگیامون یا زندگیمون جوری نبوده که بتونم با زد بازی خاطره بسازم. بعد مرگم رو سنگ قبرم بنویسید این آدم از اولش به دنیا نیومده بود. به به. دنیام رو زمین بغض خدا برام مهم نبود بیفتم از این نرده بود. از اون که با خلوص نیت اذیتم کرد تا اون که با هزار تا نقش نصیحتم کرد. هیچ وقت بعد خدافظی تنها نشدم، هر نهی که شنیدم فقط وحشی ترم کرد. خواستی یادش بیاری یه خاطره عالی، دیدی کفتار صفت دارن حافظه ماهی. اگه تو این خاک موندگارترین میراث چی؟ یه احمقی است که رود بنویسه یادگاری. حق تو بگیر حتی اگه دو قرونه. گوش دادی چی گفت یا نه؟ میگه بابا تو باز هر چقدرم بگی من خوبم، هر چقدرم بگی اینه آقا درست اینه، وقتی که تو خوب جمع بدا باشی تو آدم مخالف اون جمعی. وقتی که تو یه آدم منطقی باشی بین این همه آدم نامنطق تو دیوونه ای، اونا دیوونه نیستن، اونا سالمن. مشکل از توه. اصلا حاجی پرام میگه تو اگرم موندگارترین میراث چی، باز یه احمقی پیدا میشه رود بنویسه یادگاری. دیگه واضح تر از این مثال بابا بچسب به این زندگی. احمقی است که رود بنویسه یادگاری. حق تو بگیر حتی اگه دو قرونه. منتظر نباش کسی قدر تو بدونه. تو بمیری معلوم نی کجا رفتی، سر قبرت اشک میریزم برات تنهایی خودشونه. میشینه آروم آروم شبنم رو گونه ها. به سعید دهقان حاجی بیت خدا. یه گل انداختت مثل قبلا نه، میخوام بمونم ندارم. عمو سعید ترکونده حاجی تو این ترک، خیلی خفنه. مثل رفتن من دو سه تا مین رد میکنم با هر قدم. ما جنازه ایم خیلی وقت شدیم قتل عام، میپیچه تو جهنم صدا خنده ها. با اینکه رفته اصالت به گاه، با اینکه دنیا بیرحمه ولی همچنان میشه قسمت کرد. جای اینکه جنگید میشه عشق و فهمید باهاش خندید میشه فهمید چی شد؟ یا باز کنم تو ریاکشن قبلی هم یه اتفاق افتاد، اگه ندیدید برید ببینید. و صدای رز داره پلی میشه تو ترک رنگیش هم پلی شده و این کاور هم رنگیه و اینجا میگه باید دنیا رو با هم دیگه ببینیم رنگی. رز میگه تو ترک و اینجا هم شعلات میده به رز. خیلی وقت شدیم قتل عام، میپیچه تو جهنم صدا خنده ها. با اینکه رفته اصالت به گاه، با اینکه دنیا بیرحمه ولی همچنان میشه قسمت کرد. جای اینکه جنگید میشه عشق و فهمید باهاش خندید میشه سیاه نبود سفید نکرد. میشه دنیا رو با هم دیگه ببینیم رنگی. برای کار درست ندیدی تشریف ولی برای اشتباهت همیشه بوده تنبیه. میگه برای اشتباهت همیشه بوده تنبیه ولی برای کار درستت نبوده تشویق. با اینکه چیزی مثل قبل نی، ما هنوزم دنیا رو میبینیم رنگی. میبینیم رنگی. رفت بالا سنم دیدم دوست ندارم باشم یه مرد غمگین. چقدر داریوش کم پلک سندی، بالاخره یه جا باید زخماتو ببندی. از سرم عقلم پرید، از خاطرات بعد هر زدیم. سری بعد کسی درد و دل میکرد فقط گوش کن، لازم نیست ثابت کنی بدبختری. اصلا حاجی این ترک میدونی یعنی چی؟ جان داداش این ترک میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا این آرتیست داداش حقشه به هر چی که دوست داره برسه. اصلا این آرتیست انقدر داره زحمت میکشه و انقدر خفنه. اصلا تو بگو 5 سال کار نده، 5 سالی یه دونه ترک اینجوری بدی ناموسن مارکتو میبندی. 5 سالی یه دونه ترک اینجوری بدی، دارم اینو میگم، انقدر گنده و خیلی خفن بود این ترک. اصلا من هر روز دارم میگم تو پلیلیستم روزی 5 بار گوشش دارم میکنم. خب و گوش کنید لذت ببرید. و حاجی من یه چیزی رو یاد گرفتم، اصلا من نه نصیحت کنم نه داستانه کسشر این مدلی، تخمی هم بدم میاد از نصیحت. هر کی نصیحتم میکنه هر چی دم دستم میخوام خورد کنم تو سرش. طرف داره نصیحت میکنه، مثلا خودش نه ماشین داره نه خونه داره نه هیچی داره نه کار درست حسابی داره نصیحت میکنه راجع به آینده. آخه
شاشیدم تو اون دهنه. تو که خودت هیچی نداری، هیچی نمیدونی از گذشته آینده، گذشته که هیچ، از آینده چیو داری نصیحت میکنی؟ و مخصوصا الان واقعا حاجی، یارو مثلا با دلار 1000 تومان همه زندگیشو جمع کرده، بعد الان مثلا یه دلار 100 تومانی میگه اینجوریه. باز با دلار 100 تومانی حاجی، بچه‌هایی که واقعا دارن درآمد دارن، یعنی ماهی 20 میلیون دارن در میارن، لباسشون خودشون میخرن، بیرونشون میرن، فلانشون میکنن، 1000 تا کار دیگه دارن میکنن، با اون حقوقه دستاشون رو باید بوسید دیگه. چه برسه تو بیای بهش بگی داداش خونه نداری چرا، ماشین نداری چرا؟ به والله دارم میگم حاجی. و شرایط برای همه سخته، برای مادر سخته، برای پدر سخته، برای بچه‌ها سخته، برای خواهر سخته، برای همه سخته. یعنی شرایطی نیست که بگم فقط برای من جوون سخته. درسته منم جوونم، برای منم سخته، خیلی بیشتر از همه برای منم سخته، ولی همه تو داستانن و امیدوارم یه روزی مشکلات حل بشه. و فقط همینو میتونم بگم دیگه، چی کاری نمیتونم کنم. من همیشه دوست داشتم پشت میکروفون باشم، صحبت کنم با کسایی که واقعا میدونم تو وایب منن و دوستم دارن و منم عاشقشونم. و خدا بالاخره بعد از این همه تایم و تلاش ما یه کامیونیتی برای ما ساخت و یه خانواده‌ای بهمون داد و دیگه ما هم تونستیم که یه ارتباطی داشته باشیم. کوچیک همتونم، خاک پای همتونم، دست و پاتون رو میبوسم، خیلی دوستتون دارم. خاکم. تا ویدیو بعدی. گود بای.